لابرادور رتریور با اون چهره شیرین و مهربونش در قرن 18 یا 19 میلادی توسط ماهیگیرای جزیره نیوفاندلند در کانادا از اجدادشون سگ‌های سنت جان برای کمک به ماهیگیری و کشیدن ماهی‌ها به بیرون آب پرورش داده شدن. برونگرا و پر انرژی هن. میتونه با رفتار خیلی دوستانش پیوند عمیقی یا با تک تک اعضای خانواده و همسایه و حیوانات دیگه برقرار کنه و عشقش رو با همه به اشتراک میذاره. اگه هیچ اطلاعاتی یا آموزشی در مورد سگ‌ها ندارید یا دفعه اول سگ میگیرید بهتون پیشنهادش نمیدم. این سگ فوق‌العاده باهوشیه و زود همه چیزو یاد میگیره. آپارتمانای کوچیک براشون مناسب نیست. گول ظاهر آروم و صبورشو نخورید. انرژی زیادی داره و باید هر روز زیاد جنب و جوش کنه. این سگو میشه برای مدت نه چندان طولانی در خونه تنها گذاشت. اما به خاطر اینکه عاشق خانواده و بچه‌ها و همه موجودات نمیتونه تنهایی رو تحمل کنه و قصه میخوره. جالبه بدونید تحمل بی‌محلی یا قهر کردنتون رو نداره. علاقه زیادی به دو ماراتون و بازی کردن با دهنشو داره. اما اگه آموزش ببینه کسی رو آزار نمیده. اگه وسواسی هستید و حوصله نداری هر روز برس بکشیش طرف این سگ نرید، چون به طور متوسط آب دهنش و موهاش میریزه. عاشق آبه، پس حواستون باشه که توی گل و شل هم میپره.